آموزش دنیای گیمینگ واقعی مخصوص همسران، پدران و مادرها. درس اول، بازی آنلاین استوب ندارد. دوستان دقت کنین، ندارد، به والله ندارد، یعنی دست ما نیست، ندارد. درس دوم، چرا 2 ساعت گیم برابر نیست با 2 ساعت درس؟ خیلی سوال مهمیه. ببینین عزیزان، وقتی شما دارین گیم میزنین در وهله اول زمان براتون سریعتر میگذره، یعنی هر 1 ربع گیم زدن برابر با 2 ساعت در زندگی واقعی. این دلیل اولش. دلیل دومش، ببینین عزیزان، من اون 2 ساعتی هم که میخوام گیم بزنم 1 ساعت و نیم دارم تلاش میکنم کانکت شم و وارد بازی شم. تقصیر خودتونه. میتونستین ما رو بریم کانادای، آمریکای، گرجستانی، مجارستانی، افغانستانی، پاکستانی، سومالی، اورانگوتانی، هر جای دیگه به دنیا می آوردین. ما 2 ساعت و 1 ساعت و نیمش زمان نمیذاشتیم پای وارد شدن. درس سوم، انقدر ما رو با بقیه بچهای مردم مقایسه نکنید. گیم خیلی بهتر است از اعتیاد و در دافبازی و پارتی. البته بجز این ما اینا رو هم دوست داریم، ولی پولش زیاد، گران، ما گیم میزنیم. پس اینقدر ما رو مقایسه نکنین با بچهای مردم. آقای مثلا بچه آقای موسوی داره درس میخونه دکتر میشه. نه، بچه آقای موسوی بچه‌ای که اسکیل نداره تو گیم، مجبوره درس بخونه فقط. البته بچه‌ها اینا رو انجام بدین، حالا اینا بعد این بده، اینو نرین سمتش. تا درس‌های دیگر خدا نگهدار.